سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز ویدیوی معرفی داریم از سری مینی کیس های شرکت HP، سری الایت دسک مدل 705 G2 SFF، دارای پردازنده A10 سری AMD A10 نسل 8 یعنی 8700، رم 8 گیگ DDR4، هارد 500 گیگ معمولی به علاوه 250 گیگ SSD. گرافیکی که روی این سیستم هست گرافیک R7 1 گیگ و جالبیش اینه که هر چقدر که رمتون رو ارتقا میدین گرافیک هم ارتقا پیدا میکنه. با توجه به اینکه الان رمش 8 گرافیکش تا 4.5 گیگ شیر میکنه. بریم واسه بررسیش ببینیم داخلش اجزای تشکیل دهنده داخلش به چه صورتی هستش. خب می‌بینیم که داخل دستگاه پاوری که برای خود دستگاه تعبیه شده پاور 240 وات هستش که میتونه این میزان قدرت رو به کل سیستم منتقل بکنه. هاردی که روی دستگاه هستش از نوع هارد HDD 500 گیگ هستش که خب به هر حال قابل ارتقاست، یعنی میزان ظرفیتی که شما می‌خواید استفاده بکنین بر اساس اون قابل ارتقاست. DVD که روی دستگاه هست DVD رایتر اسلیم، یعنی از نوع لپتاپیه. میبینین که 4 تا اسلت رم وجود داره که شما میتونین تا 32 گیگ در حقیقت رم رو ارتقا بدین. این قسمت خود پردازنده دستگاه هستش که میبینین فن خیلی بزرگی تعبیه شده و هدسینگی که خیلی بزرگه. میبینیم واسه این که بازش بکنیم ببینیم زیرش چه خبره. 2 تا زامن رو میکشیم. خیلی میریم برای باز کردنش اگه این سیم اجازه بده. اولی، دومی تا 3 نشه و اینم 4. دیدین که باز نشد، یه بار دیگه باید باز کنید. خب سوکت برقش هم میکشیم. ببینیم که هدسینگ بسیار قدرتمندی روی این پردازنده هست به جهت اینکه داغ نکنه، افت سرعت پیدا نکنه. خب همونجور که میدونین دستگاه صنعتیه، یعنی شما یک ماه هم دستگاهتون روشن باشه به طور مداوم هیچ عیبی نمیکنه. خب میدیم توی قسمت پورتاش، این قسمت میبینیم که پورت PCI اکسپرس برای اضافه کردن کارت گرافیک های مجزا با ظرفیت های حالا 2 گیگ و 4 گیگ و پنل کوتاه. دقت کنید که حتما این مینی کیس ها پنل کوتاه ساپورت میکنه. 2 عدد PCI 3 و یه PCI اکسپرس دیگه که برای اضافه کردن اگه بخواید USB 3 اضافه بکنید به خود دستگاه، بخواید کابل شبکه استفاده بکنید، کارت شبکه بزنید، کابل لم بزنید، از این قبیل پورت ها. این قسمت میبینیم که SSD روی دستگاه هست. SSD با ظرفیت 256 گیگ روی دستگاه بوده و خب اول صحبت هم گفتم میتونین اضافه بکنین، حالا SSD 128 512 1 ترا هر چقدر که بخواین استفاده بکنین. روی خود مادربرد میبینیم که چند تا پورت وجود داره. این قسمت برای پورت USB 3 که جلوی دستگاه وجود داره و این برای USB 2 که جلوی دستگاه وجود داره. جلوی دستگاه میبینیم که 2 عدد USB 2، 2 عدد USB 3 و پورت میکروفون و هدفون وجود داره. مجددا اینجا که ببینین قسمت های سات های دستگاه هستش. اولین ساتو برای دیتای خود هارد HDD 500 گیگ که بهتون نشون دادم، دومیش برای هارد SSD که بهتون نشون دادم و سومیش برای DVD رایتری که بهتون نشون دادم. از نظر قدرتی چون همه قطعات با هم مچن، مادربردی که این دستگاه استفاده شده مادربرد خود شرکت HP هستش. کاربری که این دستگاه داره برای کاربری‌های گیمینگ، کار رندرینگ متوسط رو به بالا، کارهای دفتری و به هر حال جاهایی که بخوان خیلی حجم کمتری استفاده بکنن از کیس، یعنی میزان جایی که میگیره کیس حجم کمتری باشه و استفاده که میتونن بکنن از این دستگاه اینه که حالا به صورت خوابیده باشه، یعنی مانیتور روی دستگاه قرار بگیره، یا به طور ایستاده باشه که مانیتور کنار دستگاه قرار بگیره. پشت دستگاه میبینیم که
این جاهایی که وجود داره برای اون اضافه کردن کارت گرافیک هایی که بهتون گفتم میتونن اینجا قرارش بدن، یعنی از داخل باز میشه و میتونن کارت گرافیک رو داخلش بذارن. پورت میکروفون و هدفون، 4 عدد USB 2، 2 عدد USB 3 و پورت لن، پورت VGA، پورت کام، 2 عدد دیسپلی پورت و پورت PS2 که حالا برای کیبورد یا خود موس بخواد استفاده بشه. و اینجا هم اگه دقت بکنین خیلی باحاله، یعنی ویندوزی که اگه بخواید این دستگاه بزنید، اگر ویندوز 8.1 بزنید ویندوزش اورجینال میشه و عین خود ویندوز اورجینال مایکروسافتی میتونین استفاده بکنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو سیو بکنین چون مطمئنم بعدا اگه بخواید خرید این دستگاه رو داشته باشین به درتون میخوره. برای دوستانی که مینی کیس ها رو میپسندن، من دوست دارم ببینم اجزای تشکیل دهنده چی، ارسال بکنین و اگر سوالی داشتین کامنت بذارین، در خدمتتون هستیم.